آشغال چیه تولید کردین؟ تشخیص اصل و فیک اسنس حلزون کوزارکس. از نظر ظاهری جواش فرق خاصی با هم ندارن. هر قسمتش رو که نگاه کنید سعی کردن شبیه به مدل اورجینالش در بیارن. منتها مدل اورجینال سفید یخچالیه و یک مقداری نوشته‌های پررنگ‌تری نسبت به مدل فیک داره. برچسبی که روی مدل اورجینال کار شده خیلی با کیفیت‌تر و پررنگ‌تر از نسبت به مدل فیکه. فیکش درش خیلی شله، همونطور که می‌بینید راحت تکون می‌خوره و جدا میشه. اورجینال درش کاملا کیپه و کمی سخت‌تر از نسبت به مدل فیک جدا میشه. این قسمت مدل اورجینالش براق‌تر از مدل فیکه و جفتشون هم درشون شیب داره. این قسمت مدل اورجینال یه مستطیل برجسته و واضحی کار شده که 3 تا از این مستطیلا دور تا دور محصول هست. مدل فیکش نتونستن مستطیلا رو برجسته در بیارن و فقط یه حاله ای ازش مشخصه. این قسمت مدل اورجینال یه بچکد هک شده داره که من تو مدل فیکش ندیدم. اورجینالش بوی خاصی نداره اما مدل فیک یه بوی دلنشینی داره. فیک جدیدا بالای نیشون هم آبیه دیگه، مشکی نیست، خیالتون راحت. بافتش هم دقیقا مثل مدل اورجینال در آوردن، کشزانی داره که راحت گولتون بزنه. اینم از غلظت جفت مدل اورجینال و فیک. ببینید بافتش دقیقا شبیه به همه. فالوم کن تا محصول فیک نره تو پاچت.